خاطرات ترسناک شما پارت 1. سلام دوستان، چطور؟ من عریضه هستم. امروز با ولاگ زدین. امروز بعدیم خاطرات ترسناک شما رو تعریف کنیم. آره خودتو. امروز بعدیم خاطرات ترسناک تعریف کنیم که اگه تا چند سال رو یعنی چند سال کن زنگولی که نشون میدم که سری بعدی ویدیو آپلود کردم. اول نفری باش که بیا ویدیومو نگاه کنی که حالشو میبری، لذت میبری. آخر این ویدیو هم ممنون میشم که نظرتو بگی. اگه خاطرات ترسناک خوب بود، این پارتم خوب بود، پارت بعدشو حتما میذارم. دوستان شرمنده من مریض شدم، گلوم درد میکنه، صدام یه جوری شما رو میخواد اذیت کنه، به خاطر همین که نمیخواستم از ویدیو عقب بمونم. گفتیم بذار دوستان نظر تنها بمونم که شادشون کنی. بزنید بگی. پادگان زلفا. سال 1370 بود. من دانشگاه قبول نشدم و ناچار شدم برم سربازی و چون نمیخواستم با اون ریخت و قیافه دیده بشم، به خاطر همون روز تقسیم نیرو به عنوان داوطلب راهی پادگان زلفا تو مرز آذربایجان شدم. پادگان هم مثل همه پادگان‌های دیگه خارج از شهر و توی منطقه بیابونی بود. در جنوب و شرقی پادگان محل رفت آمد بود. در شمالی از بعد از پایان جنگ جهانی دوم بسته شده بود. روبروی اون در کوه، اگه اشتباه بود تصحیح کنیم و بهم بگیم، پلوداغی بود و در سمت چپش هم گمرک متروکه از زمان جنگ جهانی دوم بود. سمت راستش هم قبرستان ارامنه بود. اون در جایی بود که ریل قطار ازش وارد پادگان میشد و بهش میگفتن خط نورمال. دو طرف ریل هم نیزارهایی بود با نیای خیلی بلند. همه سربازان قدیم از اون منطقه میترسیدن و خیلی ها هم خاطرات وحشتناک و ترسناکی از نگهبانی دادن اونجا تعریف میکردند. حتی بعضی از افسرهای کاد هم که افسر نگهبانی میشدن اونجا نمیرفتن و همیشه نگهبانهای اونجا رو به دو نفر تعیین میکردند، چون چندین مورد خودکشی توی نگهبانی‌های انفرادی اونجا اتفاق افتاده بود. من مربی گروهان آموزشی بودم و یکی از افسرهای کادرمون که فامیلیش سرباز من بود، از اینکه ملاحظه سربازون رو کرده بودم با من رد کرده بود و بر اساس یک بهونه الکی یک شب نگهبانی تنبیه انفرادی پاس 2 رو برای من رد کرده بود. که نگهبانی پاس 2 یعنی از 2 تا 4 صبح، از 8 تا 10 صبح و از 2 تا 4 بعد از ظهر و از 8 تا 10 شب. پس عملا وقت کافی برای استراحت وجود نداره و سخت‌ترین زمان نگهبانی. خلاصه من با جیب پاسبخش ساعت 1 رو به 2 شب از اسلحه خونه راهی خط نورمال شدم. راننده جیب یک سرباز قدیمی بود و خیلی آدم ساکت و توداری بود و در تمام طول راه توی سکوت گذشت. هرچی که به خط نورمال نزدیکتر می شدیم نگرانی میتونستم توی حرکاتمون احساس کنم. وقتی که رسیدیم اونجا 2 نفر پاس 1 رو سوار کرد و به هم گفت اگر کسی رو دیدی که از بیرون پادگان نزدیک میشه بدون ایست بهش شلیک کن و با هیچ کس جز افسر نگهبان حرف نزن. اگر صدای شنیدی که داره باهات حرف میزنه کاملا نشیده بگیر. بالای برزک هم نرو. با اینکه من به هیچ خرافاتی باور نداشتم و باور ندارم، ولی تحت تاثیر محیط فضای ترسناک اونجا واقعا ترسیده بودم و فقط وجود اون اسلحه بود که یک کمی بهم دلگرمی میداد. اولش گوشمو تیز کرده بودم و دستم روی ماشه بود، ولی بعد از حدود نیم ساعت که دیدم هیچ خبر نیست آرومتر شدم و عرض ریل قطار رو میرفتم و برمیگشتم. همیشه اونجا باد میوزید. اون شب باد یک کمی شدیدتر از همیشه بود. صدای پیچیدن باد روی نیزارها و سوله‌های مخروبه گمرک قدیمی خالی فضای خیلی ترسناک ساخته بود. حدود ساعت 3 صبح بود که کمی باد آرومتر شده بود و منم توی افکار خودم غوطه‌ور شده بودم که ناگهان از صدای خیلی بلند شبیه صدای تیر از داخل اتاقک برزک اون توی تنم خوش شده بود. اتاقک از ورقه‌های گالوانیزه ساخته شده بود و احتمال اینکه باد باعث بشه ورقه‌ها از هم رفته اتاق خم بشن و این صدا رو ایجاد کنن. ولی دوباره تکرار شد و دوباره و هر بار با فاصله زمانی کمتر آماده شلیک به زیر اتاقک بودم و تمام بدنم خیس عرق شده بود. صدای قلبم میتونستم بشنوم. یهو همین صدا قطع شد و باد هم از وزیدن افتاد. همه جا توی سکوت کلکننده فرو رفت. چند دقیقه گذشت و من هنوز دستم روی ماشه بود.
و سر و پا آماده بودم. دیگه هیچ صدایی نبود. اسلحه رو روی زامن برگردوندم و آوردمش پایین که دوباره همون صدا میخکوبم کرد. این بار هیچ بادی هم نمیوزید و همین بود که مطمئن شدم بالای سرم توی اتاق برزک یه چیز پنهان شده. اسلحه رو به سمت اتاق گرفتم و داد زدم با شماره 3 شلیک میکنم. هر کسی هستی دستتو بذار روی سرت تا خودتو نشون بده. با صدای بلند شمردم بشمار 1، بشمار 2، بشمار 3 و رگبار گلوله را به سطح زیر اتاقی که برزک بستن. تقریبا نصف خشاب خالی شده بود و بعدش هم سکوت کامل. از اونجا که صدای جسه خیلی بلند مطمئن بودم که بقیه تیر رو شنیدن و به زودی به کمکم میان. حداقل 10 دقیقه طول میکشی که بقیه بخوام به اینجا برسن. دلم زدم به دنیا تفنگ رو حمایل کردم و از نردبان فلزی برزک رفتم بالا. هنوز به کف برزک نرسیده بودم که ناگهان احساس کردم مچ پامو یه دست خیلی قوی گرفت و داره میکشه پایین. قبل از اینکه فرصت کنم ببینمش سقوط کردم و در حالی که اسلحه پشتم به زمین افتادم. نفسم از شدت درد بند اومده بود. با این حال از جام بلند شدم و اسلحه رو دوباره گرفتم تو دستم. هیچ کسی اونجا نبود به جز صدای نفس خودم. هیچ صدایی نبود، ولی وقتی دقیق تر گوش دادم صدای حرف زدن یکی رو شنیدم. صدا گاهی زنونه بود و گاهی مردونه. کلماتش نامفهوم بود. لابلای کلمات نامفهوم گاهی احساس میکردم بعضی هاش برایم آشناست، ولی بازم چیزی ازش سر در نیاوردم. به یه زبان عجیبی حرف میزد. شاید بشه گفت حرف میزدم، چون لحظه احساس میکردم بیشتر از یه نفر که داره حرف میزنه. کم کم سعی میکردم آرامشم رو حفظ کنم و بفهمم چه خبره. توی سکوت در جایی که اسلحه روی دستم بود و به اطراف داشتم میچرخیدم، یهو احساس کردم کسی پشتم رو چنگ زد. از جا پریدم و نیزار رو به رگبار بستم. کتفم داشت میسوخت و نمیدونستم خیس بودنش از عرق یا خون. از دور سراغ 2 ماشین رو میدیدم که داشتن از توی پادگان به سمتم میومدن و این خیلی دلگرمی کننده بود و با خاموش روشن کردن پروژکتور بهشون علامت دادم، ولی هنوز چند دقیقه مونده بود که برسه. منم که حال قوت قلب که گرفته بودم رفتم بالای برزک. کسی اون تو نبود. پایین رو نگاه کردم و اونجا بود که برای اولین بار دیدمش. یه موجودی با سری مخروطیش شبیه کله گند و چشمایی که به صورت نامتقارن توی سرش پراکنده بودن. موهای بلند قرمز ژولیده و دهان بزرگی که انگار هیچ جوری نمیتونست جمعش کنه و خونالود با دهان دندونای مخروطی نامرتب که هنوز داشت به زبان عجیبی حرف میزد و طوری رفتار کرد که انگار من اونجا نیستم. به تدریج ناپدید شد، ولی صداش هنوز میومد و بعدش توی نقطه دیگه به تدریج ظاهر شد. برای دیدنش باید سرمو تکون میدادم و تو هوا پیدا میشدم. بعد ذره ذره از حالت شفاف کدر میشد و بعد دوباره همونطور ناپدید شد. پوستش سیاه بود و مثل فرس مار بود. سر جام خشکم زده بود و تا زمانی که اون 2 ماشین رسیدن مات و مبهوت وحشت زده و میخکوب شده بودن. ماشینا به محل رسیدن و افسر نگهبان همراه 4 سرباز مسلح پیاده شدن. من هنوز بالای برزک نگهبانی وحشت زده و ایستاده بودم و هر 5 نفر تفنگاشون رو به سمتم گرفته بودن. با فریاد افسر نگهبان که بخش اول اسم شب رو میگفت و فریاد میزد مال خودتو بگو، به خودم اومدم و بخش دوم اسم شب رو گفتم. اون هم بخش سوم رو گفت و بعد دستور داد بیام پایین. همه چیز رو براش توضیح داده بودم، البته به جز اون هیلایی که دیده بودم. افسر نگهبان گفت نفر دوم کجاست؟ گفتم جناب سرگل فلانی من رو برای تنبیه به انفرادی فرستاده اینجا. با عصبانیت گفت باید گزارش کنیم، کار همگانی کرده اینجا، به خاطر مسائل امنیتی باید نگهبانیش بیشتر از 1 نفر باشه. پوکه ها رو جمع کردم. ساعت 4 صبح بود و باید پست رو به پاس 3 تحویل میدادم. سوار جیب شدم و وقتی که تکیه داده بودم کتفم سوخت. برگشتم به آسایشگاه و وقتی لباسامو در آورده بودم رد زخم روی کتفم بود. دوستان گفتن این جای پنجه جنه، ولی هنوز خودم فکر کنم جای اسلحه‌ای بود که به زمین برخورد کرده بودم. صبح و عصر و شب رفتم همونجا، البته این بار با یه همراه. جالب اینجاست که خط نرمال حتی توی نور روز هم ترسناک بود. توی 2 ماهی که اونجا بودم دیگه اتفاق خاصی نیفتاد، تا اینکه بعدها شنیدم بعد از رفتن من به پادگان تهران سرباز وظیفه‌ای که چوپانی میکرد توی همونجا اثر سکته قلبی فوت کرده. چیزی که غافلگیر و ترسناک میکرد این بود که گفتم پشت کتف اون سرباز هم
از زخمی دیده شده بود، مثل همه کسانی که قبلا اونجا خودکشی کرده بودن. که البته من هنوز فکر میکنم اینا شایعاتی بود که قضیه رو وحشتناکتر جلوه بده، نمیدونم، ولی مدتها کابوس اون شب و همراه من بود. این قضیه گذشت تا 3 سال بعد که دیگه وارد دانشگاه شده بودم و درگیر انواع دروس فنی سنگین که باز اون موضوع رو دیدم. این بار نه وسط دشت و بیابون و صحرا، بلکه توی شمال تهران، توی سویت خودم کنار تخت خوابم. ببین واقعا من لذت بردم، خیلی خوب بود. اصلا چطور بگم، اصلا حس و حالم رفت، پرام ریخته و خودم اصلا نیستم. اگه شما از این ویدیو خوشتون اومده نظرتون تو کامنت ها بگید. اگه منم چنل ساب کن، زمانی که روشم میگم سری بعدی ویدیو آپلود کردم، من نفر باش که بیا ویدیو منو ببینین، لذتشو ببرین. من واقعا یه لذتشو بردم. نمیدونم شما لذت بردین یا نبردین. اگه خوشتون اومد تو کامنت ها بگین، پارت بعدش هم میذارم. خدا نگهدار.